اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. أنت على كل شيء قدير. پروردگار تو را حمد میگم، تو سزاوار حمد هستی. پروردگار تو سزاوار عبادت کردن هستی. پروردگار تو را شکر میگم با آن که تو ما را هدایت کردی و ما مقدسترین کتاب را نازل کردی و بر ما بهترین پیامبر را فرستادی. پروردگار تو را حمد میگم که تو ما را نصیب گرداندی که بعد از خانه تو بیایم. پروردگار این خانه توست. عظمت و اکرام و شرف و بزرگی خانه را تو داده ای. پروردگار را بر ما نعمت را ارزان نمودی و ما را قدر دانستی که از جمله طواف کنندگان و دعا زنان و قدم زنان نزد خانه تو باشیم. پروردگار را ما در پیش خانه تو ایستاده دستانی برداشته به سوی تو دعا میکنیم. پروردگار را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت الله حیا میکند در دستی که به سوی برداشته شد و آن را دست را صفر برگرداند. پروردگار را با کمال تواضع، پروردگار را برادرانی که از دوری های دور بر ما تعیین کردند که برای آنها دعا بکنیم. پروردگار را شفای بیماران، مغفرت گناهی گذشتگان، پروردگار را اصلاح فرزندان را پروردگار را از تو طلب داریم. پروردگار را آنانی که از ما طلب دعا کردند پروردگار را آرزو دارند که روز به این خانه تو بیان و در نزد خانه تو دست دعا بردارن. پروردگار را برای اصلاح اعمال خودشان دعا کنند. پروردگار را ما بندگانی هستیم که 10 سالها سجده من را نمازمان را به سوی خانه تو خواندیم و امروز ما را نصیب گرداندیم که این پیشانی و این سجده را در نزد خانه تو بگردانیم. پروردگار را اسیران ما را، زندانیان ما را که پروردگار را بناحق اگر زندان گشتند پروردگار را اگر آزاد شدن برای آنها خیر است. پروردگار آنها را آزاد بما. پروردگار تو علام الغیوب هستی. تو از قلب‌های ما با خبر آنچه را که ما آشکارا میکنیم و آنچه را که ما پنهان میکنیم پروردگار را به همه چیز تو خبردار هستی. پروردگار را شفای بیماران برای بیماران ما عطا بنما. پروردگار را مغفرت گناه برای پدر و مادران و گذشتگان ما، آنان که وسیله شدند تا امروز ایمان و اسلام در دست ما خود. پروردگار را رحمت بر آنها بنما. پروردگار را دعای نا زیارت کننده و طواف کننده را در پیش خانه خود پروردگار را قبول بنما. الله اکبر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، خواهران، اپاها، این دعا برای همه شما بود از طرف رهبرت گروه ما، گروه ارگانتور. در حق همه شما دعا کرد. کسی که از من التماس کرد که دعا کنه. برادران عزیز، خواهران، اپا، این دعا برای شما بود. پروردگار شاید از تحت دلگیری ها و عشقای ریزان دارند و از تو طلب میکنند که پروردگار عاجزانند، ناتوانند، کسانی هستند که نتوانستند به اینجا بیایند. پروردگار ما را تعیین کردن. پروردگار این امانت آنها را ما پروردگار در نزد خانه تو با طلب و اسرار با کمال تواضع و خاکساری پروردگار دستان برداشته با تعیین از جانب آن خواهران و مادران و بیماران پروردگار دست دعا می‌برداریم. پروردگار هر آن کس که از بر ما تعیین کرد که برای آنها دعا بکنیم تا آنها را الله متعال تو فرزنددار بگردانی. پروردگار اگر فرزندداری اگر پسرداری برای آنها خیر است تو این را خوبتر می‌دانی. پروردگار برای آنها فرزند بده. پروردگار برای هر یک بیماری که عاجز و ناتوان است و پروردگار برای قربت به خودت تو آن را بیمار کرده ای. پروردگار اگر شفا برای او خیر است پروردگار شفای عاجل برای عطا بما. پروردگار عبادات ما را پروردگار عبادات ما را به درگاه قبول بکن. پروردگار دستانی برداشته ما را به سوی ما صفر برمگردان. پروردگار دستانی برداشته ما را به سوی ما صفر برمگردان. پروردگار آنانی که از ما طلب دعا کردند پروردگار با التجا و زاره از تو طلب میکردند. پروردگار آنها نیز میخواستند که سجده در نزد خانه تو داشته باشند. پروردگار از ما که امروز ما را نصیب گردانده است سجده کنندگان نزد بیت الله باشید.
از ما طلب بیمودن پروردگار و در سجدهمان در عبادتمان در توافمان در سعیمان دستایمان را برداریم و دعا بکنیم پروردگار و برای آنها اصلاح فرزند ما پروردگار و اگر فرزند داری برای آنها خیر است پروردگار برای آنها فرزند بده پروردگار و کسانی که تحت ظلم قرار گرفتند پروردگار و استطاعت و برداشت این ظلم و این سنجش مصیبت آمیزی که پروردگار تو با آنها را در این قرار داده ای پروردگار آنها را در این خدمت قرار بده پروردگار اگر آنها را نخواهی بسنجی پروردگار آنها را ایمان کامل بده تا توانند از این فتنه ها و از این مصیبت های سنجشی تو بگذرند پروردگار طاقت و برداشت آنچه را که ندارند که پروردگار مصیبت های سنجشی تو پروردگار از امتحانات تو بگذارند پروردگار آنها را تو مقلب القلوب هستی قلب های آن را ثابت و قدم های آن را ثابت بین با تا بتوانند که پروردگار از این مصیبت ها از این فتنه ها از این سنجش ها و امتحان هایی که در این دنیا آنها را مورد این امتحان ها قرار میدهی پروردگار با ایمان کامل از این امتحان ها بگذارند یا ارحم الراحمین